یوتیوب من ما قراره که چی کار کنیم؟ قراره که به چند روش مختلف کلکمک بذاریم و من اینو بگم که برای دفعه اولم که کلکمک میذارم و همه این روش ها برای دفعه اولی که دارم امتحان میکنم. یعنی در آخر میام بهتون میگم که کدوم به نظرم روی پوست بهتر میشینه یا اصلا نتیجه میده. برای روش اول برشتون رو بیارین و نازکترین سری رو انتخاب کنین چون کلکمک رو خیلی ریز باشه دیگه و من اینا رو دارم، این سری رو دارم، ولی به نظر من این سایز خوبه. فوکوس کنه میبینین چقدر نازکه سرش، اصلا دیده نمیشه انقدر. اوکی، بعد باید چیکار کنیم؟ ما اینجا پالت کانتور داریم و قراره که توی کانتورمون بکنیم سریش رو ببینیم چطور میشه. یه کوچولو من زوم میکنم براتون که بهتر بتونین جزئیات رو ببینین. و ما این پالت رو من داشتم نگاه میکردم، یکم رنگاش حس میکنم خوب نیست، این تیره تره این کانتورم، واسه همین از این استفاده میکنم و به این شکل یکم براتون زوم میکنم که بهتر ببینین. اینجوری تا اینجوری به نظرم اوکی میاد و همینجوری ادامه میدیم. به این صورت در اومد، یکم نزدیک میکنم ببینید. و این شد نتیجه نهایی. شما میتونید تو مشاهده کنید. یه کوچولو اینجاشو زیاد زدم، کمش کردم و حالا اگه حس بکنید زیادم تو ذوق میزنه میتونید یه کوچولو با دست فیدش کنید، خیلی نه، یکم. من یه مدلش که خب قاعدتا توی اینستاگرام دیدم، یکم دورشو میکنیم که واضح تر ببینین. یه مدلش که دیدم با سنجاق و سایه قهوه‌ای. خب البته باید یکم سنجاق رو خیس کنیم، پس من با یه ذره اسپری آب کار انجام میدم، یه کوچولو خیسش میکنیم و از سایه قهوه‌ای استفاده میکنیم، یه کوچولو میکنیم داخل و بعد شروع کنیم. اوکی، اصلا انگار نه انگار، شاید دارم یکم باید بیشتر مثلا فوکوس کنه. اوکی، یه کوچولو داره ایجاد میشه. حالا من یه ذره با آینه نگاه کنم ببینم، شاید تو دوربین نه واقعا زیاد معلوم نیست. یکم همجوری میذاریم تون 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 ببینیم نتیجه میده یا واقعا تا الان نتیجه نداده. نمیدونم واقعا چرا داره اینجوری میشه، چون من توی اینستاگرام دیدم اون داشت همین کار رو میکرد. خب شاید مثلا باید یکم مثلا سایه رو خیس کنم ها، مثلا یک کوچولو آب میزنم، میترسم آخر سایه رو خراب کنم ولی امیدوارم که خراب نشه. یک کوچولو دارم آب زدم به سایه که یکم مثلا خیستر بشه، روی پوست راحت‌تر بمونه دیگه، چون بالاخره اینو پودره. حالا امتحان میکنیم، شاید هم اصلش اینجوری بوده باشه.
آره فکر میکنم الان تازه یه ذره شاید دارم یکم وحشیانه میزن. افتضاحه. این چیه آخه؟ انگار مثلا جوش سرسیاه دارم. یکم دیگه سایه رو خیس میکنم. آخر سر بکنم سایم تموز خیلی خیس شد ولی خب انشالله خوش میشه دیگه. خب یکم از این میزمانیم به سر این و بعد اینجاها تا بره به بالا. فکر میکنم یکم داره واقعا نتیجه یوتیوب من. امیدوارم که دوست داشته باشین و تا یه ویدیوی دیگه. بای.